بچه‌ها، وقتتون بخیر. امروز قراره بریم سراغ یه بخش از صورت که هم خیلی جذاب هم پر از جزئیات فوق‌العاده است. چشم. اول برای شروع گفتم که بهتون از روش گرید طرحمون رو انتقال میدیم روی مقوا. اینجا من طرحمو انتقال دادم و با یه مداد قهوه‌ای مثلا مثل کد 376 اومدم طراحیمو پررنگ‌تر کردم که موقع رنگ‌آمیزی طراحیمو گم نکنم یا حداقل کم رنگ بشه. بعد این قسمت رو فقط با یه قهوه‌ای روشن‌تر مثل کد 387 چون قسمت پوستش بود طراحیمو پررنگ کردم. اول از همه ما بریم سراغ انبیه چشم و جزئیات چشم اینو بزنیم، بعد بریم سراغ اطرافش. اول از همه من از رنگ 330 یه لایه خیلی نازک توی انبیه میزنم. از قسمت تیره شروع میکنم و به سمت مردمک چشم جلو میرم. ما همیشه برای کشیدن انبیه از لبه ها شروع میکنیم و به سمت مرکز لایه لایه رنگا رو میاریم. بعد مردمک رو هم که با مشکی تیره میزنیم، ولی خب بخشای بالایی مردمک کمی تاریک تره چون زیر پلک مغز این قسمت ها. از رنگ یاسی کد 339 یه لایه رنگ دیگه روی این رنگ زیری که زدم میزنم. این قسمت ها هم یک کوچولو لبه ها رو به سمت بیرون میارم از این رنگ، خیلی نه. و همچنین دور تا دور این مردمکه رو از این رنگی میزنیم. حالا از رنگ 378 که یه کوچولو هم توناژ قرمزی داره استفاده میکنم و این قسمت ها. از سمت مردمک چشم یعنی مرکز چشم سمت بیرون این خطوط چشم رو در میارم. جزئیات خیلی دقت کنید، هرچی جزئیات بیشتر باشه کار این هایپرالتر میشه، طبیعی‌تر میشه. به این صورت اینجوری هم یه لایه نازک دور تا دورش میزنم. خط کوچولو اینجوری کنار هم میندازم. این دور تا دور رو هم از این رنگه میزنم خیلی آروم، اصلا بچه‌ها به دستتون فشار نیاریم. خب بچه حالا میخوام با قهوه 376 جزئیات انبیه رو با دقت بندازیم. نگاه میکنیم از این گوشه هرچی تیرگی و خطوط میبینیم و میندازیم. نقش مهمی توی هایپررئال شدن کارمون داره. سایه موجا رو از بالا شروع میکنم میارم به سمت پایین رها میکنم. حالا حاله دور تا دور انبیه رو با همین رنگ تیره تر میکنم. یه توناژ بنفش میگیرم از تیره ترین رنگ بنفش که من استفاده میکنم. روی این قسمت تیرگی ها از این رنگه میزنم. رنگ آبی
حاله دور انبیه رو هم از این رنگ میزنیم. توی 347 هم استفاده میکنم این قسمت ها از این رنگه به صورت سری خطوط سایه میزنم. همچنین این قسمت از حاله چشم. حالا رنگ فیروزه‌ای کد 361 رو برمیدارم، این قسمت ها رو دوباره رنگ فیروزه‌ای میزنم. رنگ یاسیم و کد 339 رو برمیدارم، دوباره یه سری قسمت ها رو از این هایلایت رنگ یاسی میزنم. کد 372 استفاده میکنم برای این قسمت ها. رنگ 380 رو برمیدارم، یه لایه خیلی کم رنگ رو این قسمت ها یه حاله انبیه میندازیم. خب حالا از رنگ 325 هم که یه رنگ صورتی بنفشه استفاده میکنم، این قسمت ها رو از این رنگ میزنیم هر جا که این توناژ رنگی رو میبینیم. این دور تا دور انبیه. حالا رنگ 319 رو برمیدارم، این قسمت ها رو از این رنگ میزنیم توی این سفیدی چشم. این بالا هم همینطور.